میخوای بدونی کلا چقدر هزینه شد تا این 206 فابریک تبدیل به این 206 فول لوازم بشه؟ از جلوی ماشین شروع میکنم. سپرآرسی به همراه فلاپ و توری خطی گرفتم به مبلغ 5.5 میلیون. برای سپر مهشکنای 207 خریدم که شد 950,000 تومان و برای نصب مهشکنا نیاز به قاب و دیاق پشت مهشکن داشتم که شد 700,000 تومان. برای 206 لوازمی چراغ کبریتی اورجینال فرانسوی خریدم به مبلغ 4 میلیون. شیشه های دور تا دور ماشین از یووی شیشه جلو بگی تا سانروف رو دودی کردم که جمعا شد 5 میلیون. برای ماشین 4 حلقه لاستیک از برند نانکنگ تایوان گرفتم به مبلغ 14 میلیون و 500 و 4 عدد رینگ فولادی سایز 15 که شد 3 میلیون و 700,000 تومان. یه سری قطعات مثل فلاپ سپرهای عقب و جلو، دستگیره‌ها، زه‌های درپا، هود کاپوت، آرم جلو پنجره و غیره رو به رنگ مشکی پیانویی تغییر دادم که هزینه رنگ کد 21 یا اصطلاحاً پیانویی به علاوه تینر و کیلر شد 1 میلیون و 200 به علاوه اجرت نقاش که شد 10 میلیون. برای چراغ عقب ماشین چراغ کبریتی لوسید رو انتخاب کردم که تولید مجموعه خودمونه به مبلغ 4 میلیون و 400. در ادامه سپرعقب فابریکی 1 میلیون و 500، قطر سوم لوسید 280,000 تومان، مهشکن لوسید 250,000 تومان، راهنمای گلیه لوسید 180,000 تومان، قاب پلاک 300,000 تومان و درباک آرسی 180,000 تومان. آینه‌های بغل رو با نمونه 207 عوض کردم که شد 3 میلیون و در آخر هزینه انداختن چراغ‌های LED به جای لامپ‌های فابریک شد 280,000 تومان. اگه می‌خوای بدونی هزینه تقویت و تیونینگ این 206 پرهزینه و جنجالی چقدر شده، حتما پیجمو فالو کن.